بله شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، برادرای عزیز، خواهرای محترم، الله متعال در قرآن عظیم الشان یک موضوع بسیار مهمه برای ما شما میگه که خطاب میکنه بر انسانهای مسلمان و مؤمن: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. یا ایها الذین آمنوا یعنی ای مؤمنان، شما اگر مردهای مؤمن هستین و یا زنهای مؤمن هستین، جوانای مؤمن هستین یا دخترای مؤمن هستین، الله میگه که ادخلوا فی السلم کافه، شما در اسلام مکمل داخل شوید. یعنی انسان مسلمان اینجا مکلفیتش از نظر به آیت قرآن که اسلام به شکل مکمل بشناسه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث ایره تشریح میکنه و میگه که الایمان بدع و 70 شعبه، ایمان 70 و چند شعبه داره، 70 و چند شاخه داره. یعنی مثلا در وقت ما و شما برای فهمیدن از این چه قسم است، مثلا شما میرین در یک پانتون خودش شامل میکنین یا در یک مدرسه درس میخواین، در مکتب درس میخواین، اونجا برای شما میگه اگر شما میخواین که کامیاب شوین و شهادتنامه بگیرین، چند مضمون داره ای، باید در کل از این مضامین شما نمره کامیابی رو بگیرین. این حال رسول الله سمیه که در اسلام هم 70 چند شعبه هست، 70 چند بخش است. شما باید تمام این بخشای اسلام تطبیق بکنین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. باز از این میگه الله متعال وقتی که میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام مکمل داخل شوین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما متابعت از گام های شیطان نکنین. نقش شیطان در این قسمت چی هست؟ شیطان میگه بر انسان یک بخش دینه، یک قسمت از دینه، وقتی که انسان عمل کرد، شیطان میره وسوسه میکنه که تو دیگه مکمل دین گرفتی، از تو که دیگه انسان با تقوا نیست، تو دیگه خلاص شده، تو دیگه ماشاءالله سعی کن. مثلا یک نفر خوب نماز میخونه، وقتی که خوب نماز میخونه، شیطان میاد این نمازش برازی وسوسه میکنه که همه کل دین که از این نماز است، تو نماز بسیار خوبش خوانی، سعی کن فلانی نفر نماز غلط میخونه، فلانی نماز سنت های نماز فلانی شخص ادا نمیکنه، تو چه خوب نماز خوانی، چه خوب منظم خواندی. بنابراین انسان بینمی وسوسه شیطان وقتی که مبتلا شد، خلاص فکر میکنه که دین یعنی نماز، نماز یعنی دین، و از بقیه شعبات دین ایره چی میسازه؟ دور و منحرف میسازه. بعض اوقات دیگه است، مثلا یک نفر خوب ذکر میکنه، خوب ذاکر است، سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، ذکر میکنه، شیطان میره وسوسه میکنه و برش میگه که وقتی تو ذکر میکنی، تو دیگه از تو که دیگه انسان دیندار نیست. و خصوصا همین آیات ذکر کلش برازی چی میکنه؟ ببینید در قرآن چقدر باره ذکر خوب گفته، ببینید چقدر ذاکرین توصیف کرده، ببینید چقدر فضیلت ذکر زیاد است، چقدر مجالس ذکر زیاد است. این حالی شخص 24 ساعت در چی مصروف است؟ فکر میکنه که اینمی دین ذکر است و ذکر دین است، بنان زیاد ذکر میکنه و پشت از هم زیاد بسیاری وقتا نمیگرده که ذکر به طریقه سنت است یا به طریقه بدعت است. مقصد میگه من ذکر میکنم، ما ذاکرین هستیم. اینجا شیطان سرازی غلبه کرد به خاطر ازی که از 70 چند شعبه دین یک شعبه را گرفت و این اگر دیگه در این شعبه اگه 100 نمره هم بگیره، دیگه شعبات دینی ناکام است. به این شکل بعضی کسا دعوت میکنن، تبلیغ میکنن. وقتی که دعوت تبلیغ میکنن، جزاک الله خیر، شیطان میگه برازی میگه که اصل دین دعوت است، اصل دین تبلیغ است. تو که دعوت کردی و مردم به طرف دین خواستی، بناهن دین تبلیغ شد، تبلیغ دین شد.
دیگه تو هیچ مسئولیت نداری. این حالی وقتی که ببینیشم میگه والا صاحب اینا ما تبلیغ میکنم، خلاص دین نمیشد، این نمیشد. در دیگه شعبات دین بسیار ضعیف میباشن. به این خاطر انسان مسلمان باید نظر به این آیت الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یعنی شما در اسلام مکمل داخل شوین. در اسلام مثلا 12 نظام است، در کل از این نظام ها داخل شوین. این 12 نظام باز تقسیم میشه به 70 چند شعبه. در کل از این شعبات باید شما چی نمره بگیرین. مثلا انسان وقتی که تصور بکنین میدان حشر است و این طرف دوزخ است، جنت است، ببخشید اینجا میدان حشر است و اینجا جنت است. حالا هر کسی که میخواد که از جنت، از میدان حشر به جنت بره، در وسط از این دوزخ است. در بین میدان حشر و در بین جنت دوزخ است. یعنی فاصله که انسان میخواد به جنت بره باید از کدام را بره؟ از سر بام به دوزخ تیر شوند. دوزخ بام نداره، خیلی چی داره؟ یک پل داره. همین پل چی میگه؟ صراط میگه. همین پل صراط میگه. پس هر کسی، حتی پیغمبرها هم از این پل تیر میشن به جنت میرن. و پیغمبرها وقتی که تیر میشن که امت خود چی میگن؟ اللهم سلم سلم، یا الله ما را سلامت نگاه کن، یا الله امت ما را سلامت نگاه کن. و بازی شما را طبعا خواندید که از میدان حشر پل تا او طرف که میرسه، یک کسی در 1 ثانیه میرسه، یک کسی در 1 ساعت میرسه، یک کسی در 2 ساعت میرسه، یک کسی دیگه 10,000 سال در پل میمانه. حتی رسول الله صلی الله علیه و در حدیث شریف میگه که یزحف زحفا، این تو میگه مثلا میره بروی سینه خدا کش میکنه باز خطا میکنه. چرا امی انسان در سر پل صراط مثلا اون یک نفر زود تیر شد و این نفر؟ به خاطر ازی که وقتی هر کس که کارت خدا یا پارچه اعمال خدا که اونجا پیش میکنه خلاص مشکل نداره، میگه برو بخیر. اما یک کسی دیگه هست در 70 چند شعبه در هر کدامش استاد میشن. خب ماشاءالله نماز خوبش خواندی، بارک الله فیک، در نماز کامیاب شید. بعضی کسا اول دروازه نماز استادش میکنن، نماز دیگر فلانی روزه چی کردی؟ والا در قصه گیر آمدم نماز نخوانم. خیر است، مشکل نیست، به اندازه همون دقایقی که نماز نخوانید این پل صراط استاد شو. و در پل صراط که استاد شوی، اما آسانترین عذابی که برازی میرسه، قفای پای ازی آتش برش میرسه و مغز سرش جوش میخوره. این سختی دوزخ هست دیگه. پل صراط استاد شدن نیست که همین استادت کرد خطا میخوری پایین، پس خدا کش میکنه باز این پل خدا میرسانه به این شکل. اینا نمیخواستم که از دروازه نماز تیر شدی، بازو از روزه هست، بازو از حج هست، بازو از زکات هست، بازو از دعوت هست، بازو از جهاد هست، رباط هست. این نمیخواستم کل 70 چند شعبه هست. این انسان مسلمانی است که برای دمی کل شعبات ایمان باید نمره داشته باشه. بعضی کسا که در یک شعبه نمره گرفت بازی خلاص است، میگه برو دیگه من در گوندی خیر شیشتیم، من دیگه کامیاب هستم. اینمی از این خاطر الله میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما از گام‌های شیطان پیروی نکنید. گام شیطان چی هست؟ که دین براتون در یک بخش اختصار میکنه. بسیاری کسا را سل کنی، مثلا خوب دیندار است، خوب نمازخوان است، اما در دروازه اخلاق به سالها میمانه. حتی برای حقوق انسانها وقتی که یک نفر یک کسی را به عزت میسازه، در مقابلش بد اخلاقی میکنه، به ادامه پل صراط اینجا یک جای دیگه هست، این را به نام قنطره میگن. در این قنطره چی هست؟ در اینجا حقوق بنده ها هست. یک نفر بسیار خوب عامل به سنت است، خودش بسیار قواره زیبا داره، ریش خودم ماشاءالله بسیار خوبش مانده و به چیزو ترا مانده، خوب هم صفا ستره. اما یک کسی دیگه شاید مثل ما ور گناهگار باشه، از پیش اشتباه شده یا یگان دفعه سلمان سرش غلبه کرده، از قبضه او را کم کرده. خب بیچاره میگه یا الله مرا هدایت بکنی، از پیشم اشتباه شد یا غلطی شد یا مشکل شد. اما این حق نداره که آبروی از زیر بریزانه. درست است انسان گناهگار است، یعنی کسی که ریش خدا کل میکنه گناهگار است، کسی که ریش خدا کم میکنه گناهگار است. اما این ریش خدا کل کردن یا کم کردن این را کافر نمیسازه.
نمیشه که باز آدم برزی بگه لعنت الله سر تو، لعنت خدا تباهت کنه، خدا خانیت تباه بکنه، خدا تو رو بکشه، خدا هلاکت کنه. خب همه قدر میشه برش بگه که الله هدایتت بکنه. این حالی مشکل ده چی است که انسان شیطان خود زیر تحت قبضه خود گرفته و فکر میکنه که والا من بسیار خوب آدم هستم، اما خبر نداره که اینمی انسانه که خوب آدم است رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چی پیام میده. چون این کل شعبات ایمان، یکی از بزرگترین شعبات ایمان چی است؟ اخلاق است. کل مسلم علی مسلم حرام، رسول الله میگه هر مسلمان بالای مسلمان دیگه حرام است. دمه، مالش، خونش حرام است، و ماله و مالش حرام است، و عرضه و آبرو عزتش حرام است که یک نفر باید آبرویش نریزانیم. حتی اگر انسان در جریان دعوت هم است، یک کسی را میبینه که در یک مشکل گرفتار است، او را مستقیما خطابش نمیکنه، تو به یک شکل از اشکال میگه که او بفهمه، اما اگر آبروی از او را میریزانه. و خود از این باز رسول الله صلی الله علیه و وقتی که پرسان کرد از صحابه، از صحابه پرسان کرد که مفلس کی هست؟ من المفلس. صحابه گفتن والله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار. ما مفلس کس را میگیم که جیبایش خالی باشه، درهم و دینار نباشه، نه شکیب جانوری مفلس است. رسول الله هم گفت که نه، این مفلس نیست، این مفلس نیست، این پیسه دار است، هر گردش 30 لک روپیه است، 30 لک 60 لک روپیه در بغل خود داره که نمیفهمه، او خود نعمت الله است که برش داده. خیلی کیست یا رسول الله صلی الله علیه و مفلس؟ گفت مفلس کسی است خوب نماز خوانده، خوب روزه گرفته، خوب عبادت کرده، خوب اطاعت الله را کرده، لکن چی کرده؟ ضرب هذا، یک کسی را زده ناقی، یک ذره سپورت یاد گرفته که یک کس آمد راستن در بینیش یک بک زده، سر بینی از زیر خون کرده، ضرب هذا. یک کسی دیگه صورت دیگه دوادی که دشنام داده. بسیاری کس از دو زدن پیش بسیار ساده هست، میله بسره که یک دفعه دان خدا واز کرد دیگه دو زدن میره. ضرب هذا و شتم هذا، این دشنام داده، اکل مال از زیر خورده، از یکی به نام رشوت خورده، یک کسی را به یک شکل از اشکال مال از زیر خورده، آبرو یک کسی را ریختانده، یک کسی را به عزت ساخته، به یک شکل از اشکال یک حق یک مسلمان گرفته. اینا رسول الله هم برای چی پیام میده؟ برای میگه که در روز قیامت وقتی که شد در وادی محاسبه که از حساب است، اینجا باز صدا میکنن فلانی خان ولد فلانی، انجینیر صاحب اسیب است نه؟ انجینیر صاحب اسیب ولد فلانی از فلانی منطقه، بیا در محاکمه الهی. استاد دایی ولد فلانی، بیا که بسیار خیزک میزدی، بیا اینجا دواده حساب. وقتی که میاد در محاسبه صدا میشه که او مردم، آیا به نام فلانی شخص محاکمه شروع شده، کسی رازی کدام عریضه داره؟ قضاوت کی میکنه؟ الله متعال میکنه. این بسیار سخت است. محاکمه استاد دایی است، اونجا استاد مستاد هم نیست دیگه. محاکمه عبدالظاهر ولد عبدالقادر. خب کسایی که سر از این کدام عریضه دارن بهن، صاحب میگه اینمی انسان مسکین، همین انسان کی هست؟ انسان مفلس دیگه. الله متعال ما را حفظ کنه از این حالت. خود سر خود مثال میگیم، سر دیگه کاسب خفه نشه، صحیح نه؟ در دعوت هم درست که اگر مثالای خراب میگی سر خود بیار، سر کس دیگه نوکل، کس دیگه آبروش. بسیاری وقتا هم جریان دعوت یک نفر را بی آبرو میسازه. و این مثال تو سر من چرا آوردی؟ سر خودت بیار. این حال وقتی که صدا میشه یک دفعه قطار مردم میه. کی هستن؟ یکیش میگه که یک پاک پروردگاره، یک روز این تو بود مرا دشنام داد. این نفر که میگه میایه در روز قیامت، این دیگه مردم که سائل میکنن که اوه محاکمه فلانی است، سجلا و دفترایش سائل میکنن که نمازایش، که روزهایش، که فلانی ملائکه آورده میرن. اوه 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 اوه، این جنتی، این جنتی. این میره که کل مردم جنتی فکر میکنه. رسول الله صلی الله علیه و میگه نه، این مفلس است. این خب پر است، قدر مال داری، چرا مفلس شد؟ این برش میگه این بسیار چیزا را آورده. یا پیش من، پیش مامایت نرو، یعنی پیش کاکایت بیا. یگان وقت پیش کاکا و یگان وقت پیش ماما. او میخوری؟ ها؟ من یکشو بخور که بخور، نمیخوری؟
خب نماز چی نمازهای خوانده، ماشاءالله چی رفع الیدینایی کردن، نه چقدر با تواضع نماز خوانده، چقدر مثلا صدقه کرده، چقدر عبادت کرده، چقدر نفل کرده. اینمی نفر مردم میگه ازی کرده دیگه جنتی نیست، اینمی نفر دیگه در جنت میره. رسول الله صلی الله علیه و میگه که نه اینمی مفلس است. ای رسول الله صلی الله علیه و چطور مفلس است؟ این خب سعی کو خروار عمل داره. میگه حالا سعی کنید در محکمه یوم الامتحان یکرم المرء او یهان، روز امتحان که شد باز معلوم میشه که کی با عزت است کی بی عزت. در به امتحانی خو کلگی هر کس میگه من چطور هستم، هر کس خدا نمره زیاد میده، باز که در محکمه که تو را نمره میده. خب فلانی وارد فلانی، حال مردم سهل میکنه که چقدر این خود جنتی است. کل مردم میره جنتی فکر میکنه، لکن پیش الله چی است؟ دوزخی است. این دوزخ میره. چرا؟ نماز خوانده، روزه گرفته، زیاد عبادات چیزایی که از کلش کرده، ولی چی کرده در پالیزی؟ یک نفر یا الله متعال صاحب برای من یک مسیج روان کرده بود، ات دشنامه برای من داده بود که 2 ساعت من گریه میکردم. چیزی که از دستش آمده بود گفته بود یا الله تو خود ذات عادل هستی و این خود مقام عدالت است. اون در دفتر اعمالش هم سعی کو صاحب آره چیزایش هم این شخص سعی میکنه که کل دشنامه‌ای که در موبایل در مسیج نوشته کرده، ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. صغیره و کبیره، بعضی کسا میگن صغیره و کبیره کلش اونجا نوشته شده. خب جناب عالی این بیچاره را چرا قسمی دشنام دادی؟ این مسیج بده بر ازی چرا روان کردی؟ آل در مقابلش بر ازی چی میتی؟ اینجا خود دیگه نه طلا هست، نه مال هست، نه پیسه هست، نه دیگه چی هست. سرمایش کلش چی است؟ اعمال صالحه هست. خلاص به اندازه اعمال زشتش، به اندازه که دشنام دادی، از نمازایت بتی، از نمازایت بتی. یک کسی مرا یک روز گفت فلان ساعت مو هفته زیاد غیبت کردم، رفتم خانه تا بعد بسیار زیاد تشکر، خوب کردی غیبت کردی، الله خفه نشید. رفتم نه چی خفه شدم، من بسیار خوشحال شدم. هفته آینده باز غیبت کن. بود مرا زیاد دوست داشت تو کتم صادقانه برخورد میکرد. گفت حالا او هفته یک گپ بودم، یک کلگی شیشته بود دیگه غیبت کردیم، کلگی یک چیز گفتن، گفت ما هم یک چیز گفتیم. گفتم خوب کردی خان، من غیبت کردم. گفتم خوب کردی. چرا؟ من خوشحال شدم. گفت چرا؟ گفتم مثلا در روز قیامت وقتی که آمدم الله متعال مرا میگه که غیبت کردن، میگه پاک پروردگارا اعظمی حاجی صاحب از این نمازایی که در کابل خوانده نته، اما نمازایی که پیش بیت الله شریف خوانده بسیار با اخلاص و بسیار با گریه از همون یک 10 رکعت شبته. 10 رکعت نماز از این برات میده مفت از خیر. هفته دیگه غیبت که یک 10 رکعت دیگه. یک نفر در زندگی نماز بس به طریقه مسنون نخوانده، لکن تو را دو زدی به عزت کردی، به دشنامش دادی، مالش خوردی، همین نمازات کلش میره بر از او و تو میمانی مفلس. دیگه نفر میگه که صاحب من عاجز آدم بودم، مقدر لاغریگک بودم، زور نداشتم، کمی آمد کمی دستم گرفت، کمی تو داد، کمی یک خوب است جاجا، کمی یک بوکس کردم پوزم زد، صاحب بینی مینی میکلش شکستان. یا الله وقت زورم نمیرسید که در مقابل از این ساعت شوم. این روز عدالت است. الله ذات عادل است و عدالت الهی هست و ملائکه هم شهادت میتن که بله صاحب اینی دفتر اعمالش، اینی صفحاتش، اینی هم فلانی. چرا بینی از این مسلمان شکستاندی؟ چرا شکستاندی؟ الله دیگه سر از این خم از دیگه خود جواب نداره. بته 20 رکعت نماز تا برازی بده. این حالی نمیخواستم بینی از این شکستانده، دست از او شکستانده، سر زمین ازی حمله کردن، میراث از دیگر خورده. کارش در لیست میراث هستی تو دیگه عاجز هستی چی میگه؟ بیا او بیچاره که نمیفهمه بیخی از لیست میراث
بکششه. خود ما بین خود تقسیم میکنیم که آمد سلا را نشانش بده، خود به خود میگروزه. بسیاری کسا از برای خوار خود چل جور میکنه. برو سیاست است میریم از می خوار جان تو خو ماشاءالله خوب هستی، اون شوی داری شیر برود، ها ما که هستم تو خانه داری فلانی داری، تو ماشاءالله چه خوب خانه را کرا گرفتی، چه خیلی لوکس است. بعد پدر از دو تا خانه کای من حالت که در شهر نو دارم و در فلانی جای دارم، کونه شده، خراب شده. همین میراثه که اگه بر من میبخشی خوب، اگه نمیبخشی بازخواری و بیادری ختم شد. او بیچاره سیاست که غریب هم است، مسکین هم است، بیچاره منتظر یک چند روپیه میراث است، این وقت از عاطفه‌اش استفاده کرده میراث از او میخوره. یا بسیاری وقتا برو زنکی میراث داده، زنکی مهر داده، بسیاری کسا مهر میگیره 20 لک. خب 20 لک خیلی چطوری 20 لک دادی؟ کی داده کی گرفته؟ کی داده کی گرفته؟ تو 20 لک سرت ماندی، 20 لک در روز قیامت از پیشت میگیره. اگر روپی یک رکات بگیره 20 لک نماز تا میگیره، 20 لک رکات نماز تا. بسیاری کسا هستن خدا بازی میتن. فهم دین بسیار مهم است، خصوصا در حق دیگران. ریختاندن آبروی مردم، دشنام دادن مردم، مال مردم خوردن. اینمی قسم رسول الله صلی الله علیه و یک نفر آمده میره و ای چی کرده؟ قطارشون رو میگه قطار از دیگه صاحب از این عبادات، از روزی، از نماز، از کل از این مردمای مظلوم میگیره، میگه دست خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت. دیده باشید لکه های دامن قصاب را. قصاب که میکشه خون از او آثارش در دامنش دیده میشه. در روز قیامت هر مجرم یعرف المجرمون بسیماهم، آدمای مجرم از چهره شناخته میشه. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ملائکه می از این پیشانیش از این قدمش میگیرن دو قاطش میکنه میریزه میدان. آیات قرآن است. این عالی انسانه که به این شکل محاسبه میشه، اعمال کرده لکن اینجا قرضدار است از بسیار مردم. در چی قرضدار است؟ در دشنام دادن. حالا بسیاری کسا برش دو زدن بسیار عادی شده. همین اگر رفیق خدا که دفعه اولم که سعی کنه باز مادر کلانش دو میزنه. یک کسی که ببینه همشیریش دشنام میده. دروغ قرار در پلیس شیشته. بله سلام علیکم. و علیکم. کجا هستی؟ یه دیگه فعلا حال دیگه مثلا در کجا؟ در شهر نو است. در میکوتی سنگیستم. باز تو میگه استاد. خود دروغ، در تلفن هم دروغ است. حال تو هستی در شهر نو، برازو میگه من هستم در مکرویان. همین دروغ است. به این شکل اینمی قسم آهسته اعمال نیکی از چی میشه؟ ختم میشه. قطار استاده است هنوز. اونا چی میگن؟ که یا پاک پروردگارا نمازهای از عبادت از خلاص شد، کلش خلاص شد، ما چطور کنیم؟ الله متعال میگه در قسمت شما هم عدالت میشه. چه قسم عدالت میشه؟ غیبت، صاحب غیبت مرا کرده، اون دفتر اعمال من نمیفهمیدم این قدر غیبت مرا کرد، تو چیزا گفته مرا پیش در فلانی جای بیاب کرد، در فلانی جای بیابرویم کرد، حالا کل چیز معلوم میشه. الله متعال میگه بفرمایید نداره دیگه، عمل نمانده، خلاص از گناه های مظلوم گرفته میشه، سرکی انداخته میشه، سر ظالم نمازاشو خلاص شد، عبادتشو خلاص شد، حالا از گناه های ازی گرفته میشه، در فرق قضیه انداخته میشه. از گناه های ازی هیچ چقدر تقوا کرده هیچ گناه نکرده، هیچ گناه نکرده و دیگه خوب گناه کرده، از اون گناه ازی گرفته میشه، در فرق از این با تقوا انداخته میشه. یک بار سعی کنی که شیخ صاحب با تقوا، زناکار، شراب خور، دزد، چیزی که گناه ها در فرق قضیه افتاده میره. وقتی که پیش میره که در ترازی میزان بانه، در ترازی میزان هیچ چیزی از اعمال صالحه نیست، بلکه کلش گناه ها ویزی هست. از این خاطر یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان در اسلام مکمل داخل شوین، به این معنا که شیطان بازی نتیتانه. بسیاری کسا را شیطان میگه که رابطه که الله جور است، مخلوق چی میکنی؟ نه، مخلوق الله متعال حق خدا میبخشه،
اما حق مخلوق نمیبخشه، چون عدالت الهی تقاضا میکنه. این عدالت الله هست. یک نفر مثلا 10,000 رکعت نماز نخوانده، توبه میکنه و رجوع میکنه، الله این نمیره میبخشه؟ از این 10,000 رکعت نمازش خواست توبه کردی بخشیده میتن. اما 10 روپیه یک نفر خورده، الله او رو میگه نه ایره من نمیبخشم تا این نفر راضی بسازی یا از اعمال نیکت برش بدی. خطوات شیطان چی است؟ که انسان به اعمال خودش مغرور میسازه. پس انسان مسلمان 12 نظامی که نظام ها هست، باید نظام اعتقادی ببینه که من چقدر نمره دارم در عبادات، در اخلاقیات، در نظام اجتماعی، حق برادرم، حق پدرم، حق مادرم، حق همسایم، حق دیگر دوستایم. نظام اجتماعی اسلام مکمل یک نظام است. از 12 نظامش یک نظامش نظام اجتماعی است. در نظام اجتماعی حق هر کس، حتی در حدیث شریف می رسول الله میگه که یک زن به خاطر یک پشک به دوزخ رفت. به خاطر یک پشک بستهش کرده بود، نه بر شب میداد، نه نان میداد، نه میماندش شیلاش میداد که خودش بخواد، اونجا از گشنگی هم پشک میمره. این به خاطر پشک در دوزخ میره. یعنی حق یک حیوان از پیش انسان گرفته میشه. نظام اجتماعی مثلا حقوق انسان است، حقوق بشر است، حقوق طفل است، حقوق مادر است، حقوق پدر است، حقوق فرزند است. کل از اینا سر انسان کلش حق داره و در کلش انسان مسلمان در کل از این نمره بگیره. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که در کل نظام های الله یک لیست جور کنین. امیر مثلا یک درخت یک کس رسم کرده، در اونجا کل شعبات ایمان ذکر کرده. یک درخت است یک کس جور کرده، کل شعبات ایمان در درخت ذکر کرده. مثلا امام بیهقی یک کتاب داره به نام شعبات الایمان. از علمایتون پرسان کنید که همین شعبات ایمان برای من فقط مولوی صاحب همین 70 شعبه ایمان همو فهرست همو کتاب آدم که بگیری در شعبات الایمان هم فهرست شه بگیری. بازو آسان رایشی است، یک لیست جور بکنین. شکل عملی یک کس میخواد که خدا محاسبه بکنه، یک لیست جور بکنه از شعبات ایمان، در پیشریش خدا نمره بده. مثلا در فلانی خیر است هم 50 مگه خدا دادی آفرینت، اما یک دفعه من لیست جور کردم، در 5 تاش خودم ناکام بودم، در 5 تاش ناکام بودم. تا امیر میگم یا پاک پروردگار توفیق بده که در 5 شعبه دیگه ایمانم در میگم حداقل هم 55 میگن چند میگم کردیت خوب پوره کنم. در بعضی شعبات است که بعضی کسا بسیار خدا دیندار میگیره و خدا فریب میته و در بعضی از شعبات بعضی شعبات است که بیخی مردم فراموش کردن، بیخی یادشان رفتن که او هم در ایمان است یا نیست. لکن اگه او رو بخونه انسان خودش پیش خود محاسبه بکنه که چند باز میفهمه که والا من در شعبات ایمان چقدر نمره کم دارم و باید او رو تکمیل بکنم. و در هر شعبه و خوبی نمی است که انسان کوشش بکنه که به خاطر اذیت رساندن به یک مسلمان دیگه اعمال نیک خدا از دست نده. چقدر بدبخت انسان احساس بکنه که خوب نمازا خواندی، یک وقت سعی کنی که شکیب جان می خوب دستماله کامت با حجاب خوب نمازم خواندن لکس، یک وقت صاحب غیبت مرا کرده یا غیبت یک کس دیگه کرده، همون 4 رکعت نماز لکسش میای بر از دیگه. چرا شکیب جان؟ والا دیگه چیز نداشته می نماز. اینا کوشش بکنه که همین نمازی رو که خواندی، همین عبادت رو کردی، اینو برای خود چی کنی؟ حفظ بکنی، از دست ندی. این همین بهترین هوشیاری است و هوشیار خوب آدمی است که در کل شعبات ایمان چی داشته باشه؟ در کلش نمره خوب داشته باشه. من یک صنفی یک وقت داشتم در کشور عربی، بخش ماستری درس می‌خواندم انجینیر صاحب. یک صنفی ما یک استاد داشتیم از همین شیخ‌های الازهر بود. هم شیخ‌های الازهر کسی بسیار تند میباشن. استاد ما بود دیگه، خومات یک قد بلند الله رحمش بکنه، حالا فوت کرده دیگه. این دکتر رفیده میگفتنشه، دکتر عبدالله رفیده بود. چی بود؟ این استاد راهنمای من بود، این استاد نحو ما بود و کتابی که درس میداد این کتاب نحوی بود، بسیار سخت بود. واقعا بسیار سخت نبود. خودش یک صنفی ما بود از این دیگه بسیار میترسید. مرا میگفت که والله خودش هم عرب بود، والله یاد دکتر ابراهیم رفیده، دکتر ابراهیم رفیده خطیر جدا، والله اخاف من، از او بسیار میترسید. هر وقت که میرفتم من کتاب امی مضمون دکتر ابراهیم رفیده دمی دست ازی است. باش میفتم یا اخی بقیت
مواد دیگه مضمون ها یارو چطور میکنی؟ لا 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 مش مهم، دیگه مضمون ها هم مهم نیست، اینمی مهم است که مدعی ناکام نشه. ما هم که کاتش میرفتم درس میخواندم، گفتیم بیا که یگان ساعت بین خود درس بخوانیم، همین کتابا میگه بخوانیم. خب خلاصه این نفر در این مضمون دکتر ابراهیم رفاعی تاپ ترین نمره را گرفت و در یک مضمون دیگه که بر از او بسیار بی تفاوت بود دمون ناکام بود و از پانتون کشیدنش. اونجا بازوا در عربا دادن در کلان نام تو بالا نوشته میکنن فلانی ولد فلانی در فلانی مضمون ناکام مون. وقتی که برشان بود صاحب 49 نیم بردیم، نیم نمره خبته چی میگه؟ حرام حرام یا اخی حرام برد بتون 49 نیم داشتی در نیم نمره نمیته. این همی قسم است. خب خلاصه ای بیچاره در نمی مضمون دیگه که او بسیار ساده میگرفت دمون ناکام شد. این برای ما یک درس شد که انسان باید در هر مضمون به مو اندازه درس بخونه که باید در کلش خدا چی کنه؟ کامیاب کنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم 14 قرن قبل بر ما و شما توصیه کرده که این ایمانی که تو میگی این 70 چند مضمون داره. توجه شدن؟ ایمانی که تو ایمان داری این 70 چند مضمون داره. در هر مضمون ازی باید تو حداقل امو قدر نمره رو بگیری که کامیاب شوی. اتو نشه که در یک مضمون بسیار امیالم شما اگر تجربتان برین بین مردم تیر شوین، هر کسی که سیل کنید در یک مضمون بسیار کامیاب است و برزمو برش میگه که تو نماز خوب ماشاءالله شکیب جان شیطان می وسوسه چه قسم میکنه؟ شکیب این نمازی که تو خواندی تو دیگه از تو که در جنتی یافت نمیشه دیگه، خلاص هستی دیگه، هیچ رای نزن. اینالی بیچاره با وسوسه شیطان چی میشه؟ میگه اصلا نیست، نماز است، خوب وضو میگیره، خوب می نماز میخوام. بله نماز خوب است، وضو گرفتن، نماز خواندن، درست نماز خواندن است، لکن نماز یک شعبه ایمان است. پیش من میگه که اوه یگان دفعه مرا میگه تو دایی دعوت کردی، اوه هستی و نیستی توستی. من میفهم که وسوسه شیطان است. چرا دعوت یه از 70 چند شعبه ایمان یک شعبهش دعوت است، یک شعبهش است. اینا اگه ما بگم که والا مذهب رسیدم، نه، من 70 چند شعبه دیگه باید کار بکنم. یکی دیگه ذکر میکنه، اوه ماشاءالله قاری صاحب ذکری که تو میکنی، این تسبیحی که تو داری، اوه اصلا نیست. بله ذاکرین، ذکر کننده این بسیار خوب است، لکن ذکر چی است؟ یک شعبه از شعبات ایمان است. یک کسی بسیار خوب اخلاق داره، او ماشاءالله انجینیر صاحب از تو که آدم اخلاقی و بسیار خوب هیچ نیست، چقدر تو روی خوب داری. انجینیر صاحب دیگه فکر میکنه والا واقعا خود کلی از ما از نگاه اخلاقی راضی هستن. اینال شیطان میری از باب اخلاقی رو تنها اخلاقی رو میگیره. بله اخلاق خوب است، اما یک شعبه از شعبات ایمان است. اینال انسان هوشیار و فهمیده که پیش خود عمر رضی الله عنه برای بچه خود میگه که یا عبدالله، ای عبدالله حاسب نفسک، خود محاسبه بکن پیش از اینکه تو محاسبه شوی. یعنی آدم هوشیاری است که پیش از اینکه دیگرایی رو محاسبه بکنه خودش اعمال خودم محاسبه بکنه که من آیا در شعبات ایمان در کلش کامیاب هستم یا نیستم. اگر پیش خود دیدی که در کل شعبات کامیاب هستی، اون وقت اگر نه که دیدی که در فلانی شعبه صفر هستی، کوشش که خود از صفر بکشی. متوجه هستین؟ خدا باید از صفر بکشی. حداقل اگر 100 برده نمیتونی 50 خدا بتی. و هر کس باز خدا صادقانه خوب پیش دیگران است. پیش خود آدم وقتی که بشینه پیش خود که آدم بشینه باز میگه که نه والا اگر سفید کدام جای میگه میرفت کدام مشکل از پیش پیدا شده بود، باز گفته بود ای جوانی، باز اون طرف که رفته دیده بود کسی نیست، باز که بودم جوانی تو هم چندان چیز نبودی دیگه. حالا که در سفیدی نیستی. اینا گپ سرازی است که انسان وقتی که خودم محاسبه میکنه باز میفهمه که من چقدر مشکلات دارم و خصوصا که لیست پیش خود بگیره و صادقانه برای خود نمره بده که در روز قیامت اگر نمره داده شه مر این قدر نمره خود دادن. الله متعال ما و شما رو توفیق نصیب بکنه که در کل مضمونهای دین خدا برسانیم و اسلام به شکل کامل بگیریم و تحت تاثیر خطوات شیطان نریم، چرا که الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. این شیطان که از دشمن آشکار شما هست. خوب با بسیار خوب هم آشکار چی میکنه؟ شما را وسوسه میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.